بسم الله الرحمن الرحیم. درس هفتم آموزش تلفظ درست قرآن کریم. در این درس از آیه مبارکه 49 شروع میکنیم، برای از اینکه تا 48 ما در درس ششم خوانده بودیم و باز در اینجا هم از روش روانه و اینجا کار میگیریم و به اساس پیشنهاد بعضی از دوست ها به شکل بسیار مختصر امو موضوعاتی را که آیات مبارکه در موردشان بحث میکنن امو موضوعات را به شکل مختصر ذکر میکنیم، مختصر برای که تا امو از مقصد اصلی دور نمانیم، مخل مقصد اصلی که عبارت است از یاد گرفتن تلفظ قرآن کریم از اون دور نشویم. در ابتدا باز هم امیر تشریح لازم می‌داریم که در یاد گرفتن قرآن کریم دو چیز بسیار ضرور است. یکی که باید حروف بشناسیم. حروف عربی همون حروفی هستند که حروف الفبای عربی عیناً الفبای فارسی هستند، جز 4 حرف که در عربی وجود ندارن: پ، ژ، گاف، پ، ژ، گاف و چ. اینا در عربی وجود ندارن. باقی همه حروف عربی و فارسی با هم یکی هستند. و ایرم باید بدانیم که حروف وقتی که به شکل تنوعی نوشته میشن دیگه شکل دارن و وقتی که با هم مرکب میشن یک جای میشن دیگه شکل دارن. وقتی که امیرم اگر ما بفهمیم و جنگاندن حروف که در همین حالت ترکیبش می باشه بفهمیم، ما میتونیم کلمات صحیح تلفظ کنیم. و در قسمت حرکات اونم 5 حرکت است: زبر است، زیر است و پیش است، ساکن است و شد است. اینا هم دانستن ضرور است تا تلفظ حروف درست بدانیم. در قسمت حرکات قبلا هم گفته بودیم که امی زبر که به شکل منفی، علامه منفی می باشه، وقتی که بالای حرف باشه او زبر است، وقتی پایینش باشه زیر است، وقتی که باز پیش یک واو که خرد بالای یک حرف می باشه او پیش است، وقتی که ساکن او هم به شکل پیش است ولی یک کم که تفاوت داره او ساکن می باشه، حرف حرکتی نداره. و شد هم اونم 3 دندانه است. این حال وقتی که ما به طور مثال همی زبر یا زیر گفتیم که حرکاتشان وقتی که همی زبر و زیر یا پیش سر حروف قرار میگیرن با صدایشان هم تغییر میکنن. مثلا واو مثلا میگیریم، سر زبر باشه میشه وا، سر زیر باشه وقتی زیر داشته باشه میشه وی، وقتی پیش داشته باشه میشه وو. به همین شکل کل حروف ما شما میتونیم به همین شکل تلفظ کنیم. و دو تا زبر، 2 تا زیر، 2 تا پیش هم گفتیم که اینا تنوین هستن. تنوین هم صدای نو نداره و مثلا اورم هر کدامش با صدایش تفاوت میکنه. مثلا 2 تا زبر با سر واو که باشه میشه ون، در سر زیر واو که باشه میشه ون، 2 تا پیش که باشه میشه ون. خب حالا شروع میکنیم به درس و از آیه 49 سوره مبارکه بقره میخوانیم تا ببینیم تا کجا را خوانده میتونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسیار خوب. حالا شروع میکنیم به هجش. واو ذروه الف زال زر از. در اینجا بازم تکرار میکنیم که امی زال در عربی صدای دیگه داره، این مثل زی تلفظ نمیشه. ما و شما در فارسی زی و زاله و ذات دویا اینا رو یک قسم زی تلفظ میکنیم، اما در عربی تو نیست. اذ نگوین غلط میشه. امی زبان با دندانای بالا کما که تماس میگیره. و اذ نون جیم زر نج جیم یا زر جی نون الف زن نا کاف من پیش کم نجیناکم میم نون زر من الف زر آ لام زر لی من آلی فیر زر فر عین واو زر عو نون زر نا فرعون یا زر یا سین واو پیش سو میم واو پیش مو نون زر نا کاف من پیش کم یسومونکم سین واو پیش سو همزه لام زر ال عین زر ع دال الف زر زا بی زر بی سو العذابی یا پیش یو زال بی زر زب بی زر بی حیو پیش هو نون زر نا یوذب بیحونا الف بی زر اب نون الف زر نا همزه زر ا کاف من پیش کم ابناءکم واو زر و یا سین زر یس ته حی زر ته یا و پیش یو نون زر نا و یستحیون نون زر نی سین الف زر سا همزه زر ا کاف من پیش کم نساءکم واو زر و فی یا زر فی زال الف زر زا لام زر لی کاف من پیش کم و فی ذالکم بی زر با لام الف زر لا همزه دو پیش اون بلا اینجا همو تنوین همو دوتا پیشکی هست، همراه میم که شد داره اونجا بازم همو میچسبه، یعنی ادغام میشه برای که همو شد بسیار قوی است. بلا اون نمیخوانیم، بلا میم نون زر من میم ری زر مر. بازم اینجا همی میم که زیر داره مستقیما با ری که شد داره با او تماس میگیره و نون در تلفظ نمیه. من ربکم نمیگیم، مر ربکم. گفتیم که شد بسیار قوی است، اما حرف قبلی را به خود جذب میکنه و حرف ساکن در تلفظ نمیه. من ربکم نمیخوانیم، مر ربکم. ری بیزر رب بیزر با کاف من پیشکم ری بیزر رب بیزر بی کاف من پیشکم ربکم. این زرعه زوی یا زرزی میم دو پیشمون عظیم. اینجا توقف میکنیم برای که همون دایرگه کس این به این معنی است که آیت ختم شده باید در اینجا توقف کنیم.
واو ضربه الف زار زیر اذ و اذ فی ظرفه ری قاف زرق نون الف زرنا و اذ فرقنا به ضربی کاف پیش کو میم لام پیش مل به ضربه ری ذره بکم البحر فی ظرفه الف نون زر ان جیم یا زر جی نون الف زرنا کاف پیش کم فانجیناکم واو ضربه الف غی زر اغ ری قاف زرق نون الف زرنا و اغرقنا الف زر آ لام زر لا آلا فیر زر فر عین واو زر عو نون زر نا فرعون واو زر و الف نون زر ان تمیم پیش تم و انتم تی نون زر تن زوی پیش زو ری و پیش رو نون زر نا تنظرون واو زر و الف زال زر اذ و اذ واو الف زر و عین دال زر عد نون الف زر نا و اذ وعدنا میم واو پیش مو سین الف زر سا موسا الف ری زر ار بی زر با عین یا زر عین نون زر نا اربعین لام یا زر لی لام زر لا تی دو زر تن لیلتن سم پیش سم میم تی زر مد تی زر تا خیزال زر خز تی پیش تو میم لام پیش مل عین جیم زر عج لام زر لا ثم تخذتم العجل ثم تخذتم العجل میم زر میم اینجا میمه که خورد کس بازم اقلاب میشه نون تلفظ نمیشه من بعدی نمیگیم میم زر میم بیاین زر با دال زر دی هی زر هی من بعدی واو زر و الف نون زر ان تیم پیشتم و انتم زوی الف زر زا لام زر لی میم و پیشمون نون زر نا ظالمون ثمیم پیسم میم زر ما ثم عین زر عفی و زر فو نون الف زر نا عفونا عین نون زر عن کاف پیش کم عنکم میم زر میم بیا عین زر بعد دال زر دی من بعدی زال الف زر زا لام زر لی کاف زر کذالک لام زر لا عین لام زر عل لام زر لا کاف پیش کم لعلکم تیشین زر تش کاف پیش کوری و پیش رو نون زر نم تشکرون واو زر و الف زال زر اذ و اذ الف زر آ تی یا زر تی نون الف زر نا آتینا میمو پیش مو سین لام زر سل کاف زر کی تی الف زر تا بی زر با موسل کتابه واو لام زر ول فیر پیش فر ایجاد موسل کتابه ایرم باید بگویم که یا هم تلفظ نمیشه برای که سین که زبر داره امرای لام که اونجا ساکن است با او مستقیما تماس میگیره اینجا دو حرف از بین میره در تلفظ در نوشته می باشن یا و الف که الف هم ساکن است یا هم اینجا ساکن است اتو نمیخوانیم که بگویم موسی الکتابه میگیم موسی الکتابه و اولام زرول فیر پیش فر قاف الف زر قانون زر والفرقان لام زر لا لام زر عل کاف پیش کم لعلکم تی زر تحت دالوا پیش دون زر نه تحت دون واو زر و الف زر زیر اذ قاف الف زر قال لام زر لا و اذ قال میم پیش مو سین الف زر سا موسا لام زر لی قاف و زر قوم میم زر می هی زر هی لقومه یا الف زر یا قاف و زر قوم میم زر می یا قومه الف نون زر ان نون زر نا کاف پیش کم انکم زوی زر زر لام میم زر لم تمیم پیشتم ظلمتم الف نون زر ان فی پیش فو سین زر سا کاف پیش کم انفسکم بی تزر بت تزر تی خیال زر خاز زال زر زی کاف پیش کو میم لام پیش مل عین جیم زر عج لام زر لا باتخاذکم العجل فی ظرفه تی و پیش تو بی و پیش بو فتوبو الف زر ای لام الف زر لا ایلا بی الف زر بار ری زر ری همزه زر ای کاف پیش کم باریئکم فی قاف زر فق تی پیش تو لام و پیش لو فقتلو الف نون زر ان فی پیش فوسین زر سا کاف پیش کم انفسکم زال الف زر زا لام زر لی کاف پیش کم ذالکم خیازر خیر ری لام پیش رول لام زر لا کاف پیش کم خیر لکم اینجا گفتیم که شد بسیار قوی است اگر امی شد نمی بود خیرون لکم میخواندیم اما حال ری مستقیما با لام در تماس میشه میجنگه و تنوین که هم صدای نونه داره از بین میره اتو نمیگیم که خیرون لکم میگیم خیر لکم اما ری با لام میجنگه مستقیما
عین نون زیر این دال زرده عنده بی الف زربا ر زیر ری همزه زیر ای کاف پیش کن باری اکم فی ظرفت تی الف زرتا بی ضربه فتابه عین زرعه لام یا زلی کاف پیش کم علیکم الف نون زیر این نون زر نه هی پیش هو اینه هی پیش هو و تی زروت تی و زر تو و الف زروا بری پیش بر ری زره هی یا زیر هی من پیش مو هو التواب الرحیم و زروا الف زر زیر اذ و اذ قاف لام پیش قلت من پیشتم قلتم یا الف زر یا میم و پیش مو سین الف زر سا یا موسا لام نون زر لن نون و پیش نون همزه پیش نو میم زر می نون زر نه لن نؤمنه لام زر لا کاف زر کلکه حیت زر حتی الف زر تا حتی نون زر نه ری لام زر رل لام الف زر لا هی زر ها نر الله جیم هی زر جه ری زر را تی دو زر تن جهرتن فی زر فا الف زر ا خی زر خ زال تی زر زد کاف پیش کو میم سات پیش مس سات الف زر سا عین زر ای قاف زر قط پیش تو فاخذتکم الصاعقه و زر و الف نون زر ان تم پیشتم و انتم تی نون زر تن زوی پیش زوری و پیش رو نون زر نه تنظرون ثمین پیش ثم میم زر ما ثم بی زر با عین سی زر عس نون الف زر نا کام پیش کم بعثناکم میم زر میم بیاین ضربه دال زردی من بعدی میم و زر مو تی زرتی کاف پیش کم موتکم لام زر لا عین لام زر عل کاف پیش کم لعلکم تی شین زر تش کاف پیش کوری و پیش رو نون زر نه تشکرون و زر و زوی لام زر زل لام زر لل نون الف زر نه و ظللنا عین زر ع لام یا زر لی کاف پیش کو میم لام پیش مل غین زر غ میم الف زر ما میم زر ما علیکم الغمامه و زر و الف نون زر ان زی لام زر زل نون الف زر نه و انزلنا عین زر ع لام یا زر لی کاف پیش کو میم لام پیش مل علیکم میم نون زر من نون زر نه علیکم المن و سین زر وس سین لام زر سل و الف زر و سلوا کاف پیش کو لام و پیش لو کلو اینجا در وسلوا ایره باید متوجه باشیم که در عربی همیشه یا الف گاهی به شکل یا نوشته میشه و بالایش یک الفک که می باشه او را باز الف تلفظ میکنیم ما ایره اینال اگر ما و شما این قاعده را نفهمیم باز اینجا میبینیم که الف هم است تو تلفظ خواد کردیم وسلوای نه وسلوای نمیشه وسلوا اینجا واو تلفظ میشه اما یا الف تلفظ میشه برای که او یاست باز او قواعد گرامر عربی است که یای مقصوره و یای ممدوده و چیزا میگن این چیزا رو باز در جایش باز میگه کاف پیش کلام و پیش لو کلو ممنون زرمن اینجا باز هم همو قاعده را یک دفعه دیگه باز ذکر میکنیم که امی الف اینجا در کلو مثلا امی الفی که پیش از بعد از واو است این الف جمع است این در تلفظ نمیاد ما شما کلووا نمیگیم کلو میگیم در هر جایی که همین قسم الف است او تلفظ نمیشه او جمع است کلو ممنون زرمن تو یازر تای یازری بی الف زربات تیزرتی من طیباتی میم الف زرما ریزر رزی قاف زرزق نون الف زرنا کاف پیش کم ما رزقناکم و زروا میم الف زرما و ما زوی زرزر لام زرلا میمو پیشمون نون الف زرنا ظالمونه و زروا لام الف زرلا کاف نون زرکن ولکن کاف الف زرکا نون و پیشنو کانو الف نون زر ان فی پیش فو سین زرسه هم پیش هم انفسهم یا زوی زر یز لام زرلی میمو پیشمون نون زرنا یظلمون حالا یک دفعه روانیش هم میخوانیم بعد از او باز بعضی قواعد میگیم و بعد همین موضوعاتی را که در این آیه مبارکه مورد بحث قرار گرفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظیم. و اما مطالبی که در این آیات بیان شده در مورد نجات یافتن بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلام از فرعون است که فرعون خداوند غرق میکنه همراه لشکرش و حضرت موسی علیه السلام همراه بنی اسرائیل از بر تیر میشن. و بعد از او باز در مورد از این که حضرت موسی علیه السلام 40 شب در پیش پروردگارش میره در کوه طور که در اونجا همراه پروردگار مناجات میکنه و خداوند برش شرایع را برش میته. در اینجا با استفاده از غیاب موسی علیه السلام یک شخص به نام سامری یک گوساله میسازه که مردم به او عبادت میکنن و این خداوند بیان میکنه و بعد از او خداوند از این کار از اینا هم میگذره، این را برشان میبخشه و بعد خداوند برای حضرت موسی علیه السلام کتاب تورات میته و فرقان که همو حق و باطل از هم جدا میکنه. و بعد از او باز حضرت موسی علیه السلام برای قوم خود میگه که ای قوم من و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، ای قوم من شما به امی که گوساله را پرستش کردین بر خود ظلم کردین، شما به پروردگارتان توبه کنین و توبه تان است که خودتان بکشین. اینا از بس که مردم همونطور کلشخ بودن امرای حضرت موسی علیه السلام امرای احکام الهی بسیار همونطور جدال میکردن، بسیار سختگیری میکردن، از این سبب احکام سخت بر از اینا از طرف خداوند می آمد. البته اونجا پیشتر گفتیم که خداوند گفت که ایرا ما بر شما عفو کردیم. البته عفوش بعد از اینکه اینا توبه کردن، توبه ایشان به این شکل بود که در اینجا میگه که حضرت موسی علیه السلام برشان گفت که شما خود بکشین تا ای که توبه تان قبول شود. و همین قسم اینا باز هم یک کلشخی دیگر کردن، گفتن که وید قلتم یا موسی لن نؤمن لک، گفتن که ای موسی ما بر تو تا وقتی ایمان نمیاریم که خدا را آشکارا ببینیم. اونجا بود که اینا را صاعقه گردباد میگیره و هلاک میشن و بعد از این که هلاک میشن بازم خداوند اینا را بر سرشان لطف میکنه و اینا را زنده میکنه و بر از اینا ابر سایبان میسازه و من و سلوا را که دو نوع غذای آسمانی است برشان نازل میکنه
و میگه از همین چیزای پاکی که بر شما رزق دادیم از همینا بخورین. و پروردگار میگه که اینا با این اعمالشان، با این نافرمانی هایشان به خود ظلم میکردن، به خداوند نه. کسی نمیتونه سر خداوند ظلم کنه، قدرت نداره، اما اینا با این کارهایشان سر خود ظلم میکردن. اینجا بعد از اینکه از این موضوع خلاص شدیم، یک نکته را که فراموش کرده بودیم و بر درس براتون کمک میکنه، در درس هجا براتون بگویم که وقتی شما کلمات هجا میکنین طبعا در چند بخش هجا میکنین. شما اگر هر بخش وقتی همون تلفظش به ذهنتون بگیرین، بعد وقتی که کلمه را کلش هجاش خلاص شد باز او را همو هجا را کلش یک جای کنین، این قسم براتون ساده میشه، همون کلمه را خوبتر فهمیده میتونین. مثلا دمی ابتدا و ایده که گفتیم او خوب کلمه جداست و یک حرف است، الفزار زیر از، این خلاص شد. این حال نجیناکم وقتی که جمع کنیم ما شما میگیم نون جیم زر نج، این حال نون جیم زر نج شد، نج شد صداش نه، این را در ذهنتان بگیرین نج. با جیم یا زر جای، باز ای هم جای شد، یکی نج شد باز جای. با نون الفزار نا باز کاف می پیش کم، نون الفزار نا دیگه جاست، کاف می پیش کم. این حال 4 جا نجی، نجی نمیگین چون شد داره، نجی باز نا گفته بودیم، نا باز کم، نجی نا کم. یا مثلا من آله، من منزل من به ذهنتان بگیریم، باز الف الابزار آ لام زر لی، آله من آله. یا مثلا فرعون، فر زر فر در ذهنتان بگیریم، این واو زر او، فر با دیگه او باز نون زر نه 3 ایجا شد اینجا، فر زر فر، این واو زر او، نون زر نه، کل از اینا رو یک جای کنین میشه فر او نه. یعنی همی تلفظ کل همی کلمه اونمو اجزایش هست فر او نه، فر زر فر، این زر او، این واو زر او، فر او با نون زر نه، فر او نه. به می شکل کل کلمات شما میتونین به می شکل در ذهنتون بگیرین. همو اجزای کلمه را وقتی که جمع کنین دو حرف یا 3 حرف در ذهنتون بگیرین، باز مجموعش با هم جمع کنین و کلمه را تلفظ کنین. این قسم آسان‌تر براتون میشه. شما را تا درس دیگه به خداوند کریم رحیم میسپارم. از دعای نیکتان فراموش نکنین. خداحافظ.